سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره 10 تا از باهوش‌ترین نژادهای سگ رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس با هم باشین که شاید دلتون بخواد سگ داشته باشین، شاید دلتون بخواد بدین بهترینشون کدومه که بفهمین بهترینشون کدومه. دمتون گرم. بریم روی ویدیو. خب بچه ها، اولین نژاد باهوش سگ استرالیان کاتن داگ یا همون سگ گاو استرالیا هستش. جثه متوسطی داره و برای نگهبانی گله های گاو بیشتر استفاده میشه. احترام صاحبشو خیلی نگه میداره و جالب اینه بدونی وقتایی که کار داره میره اسباب بازیشو قایم میکنه و وقتایی که میدونه بیکاری و موقع تفریح و استراحت و عشق و حاله میره اون اسباب بازی رو در میاره و باشون بازی میکنه. رتبه دوم، البته نهم، داریم از آخر رو به اول میایم. رتبه نهم باهوشترین سگ ها رایت وایلر که یه سگ آلمانی به خودش اختصاص داره. این سگ خیلی صبوره و حواس جمع هم هست. نژاد این سگ جنس نرش تا 60 کیلو و جنس مادش تا 50 کیلو گرم میرسه. رایت وایلر زمان تفریح و کارو خیلی خوب میتونه از همدیگه تفکیک بکنه و تشخیص بده. همیشه آماده دفاع از صاحبش هست. رنگ سیاه و خرمایی داره و آموخته هایی که یاد گرفته رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. به طور کلی سگ خشنی نیست ولی جایی که بایدم جیگر داره. پاپیلون هستش، یه سگ فرانسوی خیلی کوچیکه، به خاطر شکل گوشهاش اونو به این اسم میشناختن. یه دم پرپشت داره که انگار یه حلقه ای رو پشت سر خودش داره میکشونه. آموزش کوچیک خیلی راحت یاد میگیره و خیلی اعتقاد دارن که این یه سگ بزرگ در جسته کوچیکه، به این خاطر که کارایی خیلی باحالی داره و در واقع خیلی سریع میتونه آموزش‌ها رو یاد بگیره. با انسان خوب کنار میاد ولی در مواجهه با سگ‌های دیگه خیلی نمیتونه باشون کنار بیاد. بیشتر با انسان‌ها گرم میگیره تا سگ‌های دیگه. نژاد بعدی که نژاد هفتمه لابرادور تیور اگه اشتباه نگم هستش، به اسم لب هم این نژاد رو میشناسن. یه نژاد انگلیسی کاناداییه. خیلی ورزیده است و قابلیت تربیت پذیری بالایی داره. میتونه خیلی راحت مواد منفجره رو اینا رو تشخیص بده، برای همین توی کارهای پلیسی خیلی ازش استفاده میکنن و خیلی هم خوب با بچه ها و خانواده ها کنار. نژاد شیشم شتلند شیت داگ، بازم اگه اشتباه نگم. این سگ از همونطوری که معلومه سگ گله هستش و خیلی راحت میتونه چیزا رو یاد بگیره. جسته کوچیکی داره ولی خب به خوبی میتونه از گله مراقبت کنه با توجه به جسته کوچیکی که داره. این سگ اسکاتلندیه و این هم خیلی خوب با خانواده ها کنار میاد و میتونید توی خونه هم اونو داشته باشید و در حال حاضر میشه گفت یکی از سگ‌های محبوب خانواده هم هست. پنجمین نژاد باهوش سگ، احتمالاً که خیلیاتون هم بشناسینش، دوبرمن هستش. دوبرمن اولین بار توسط کارل فریدریش لوئیس دوبرمن توی سال 1890 توی آلمان تعلیم داده شد و پرورشش از اونجا شروع میشه و داستانش اینه که کارل مأمور جمع‌آوری مالیات بوده و خب به هر حال توی اون زمان چون جمع‌آوری مالیات شغل خطرناک بوده، به هر حال دزد بوده، رازن بوده، همه چی بوده، اومده این سگ‌ها رو تربیت کرده که بتونه از اینا استفاده بکنه و خطر کار خودش رو بیاره پایین. این سگایی که تربیت کرده مجموعه‌ای از قدرت و وفاداری و هوش و درندگی بودن، برای همین خیلی راحت میتونستن از پس این کار بر بیان. بهترین نگهبان‌ها هستن و همینطور تربیت راحتی دارن و توی کارهای پلیسی هم ازشون خیلی استفاده میشه. و همینطور توی کارهای پلیسی هم خیلی ازشون استفاده میشه. نژاد بعدی گلدن ریتایور هستش. اسکاتلندی هست این نژاد و بسیار مهربون، جثه متوسطی داره و توی رنگ‌های کرمی و طلایی هم وجود داره. رفتار نرم و مهربونی با بچه‌ها داره و خیلی باوفا هست و همیشه دنبال اینه که صاحبشو خوشحال کنه و مشتاق به خوشحال کردن صاحبش همیشه. سومین نژاد برتر سگ از نظر هوش ژرمن شپرد هستش که شاید این رو هم خیلیاتون شنیده باشید. ژرمن شپرد یعنی سگ چوپان آلمانی. این سگ توی قرن 19 در آلمان به ثبت رسیده برای اولین بار و توی رنگ‌های سیاه، سفید و قهوه‌ای سیاه وجود داره
توی این رنگ ها وجود داره هوش سرشار، خستگی ناپذیر، شجاعت و اطمینان پذیری بالایی داره. همینطور یادگیری خیلی راحتی بخصوص توی سنین و پایین تر داره. همین باعث شده که این یکی از بهترین سگ ها برای سگ های توی خونه، سگ های نگهبانی، تیم جستجو، گله‌داری و حتی جنگ باشه. شماره 2 سگ‌های باهوش جهان پودل هستش که یه نژادی که ظاهرا آلمانی اما به عنوان سگ ملی فرانسه شناخته میشه. اشیا رو همیشه برای صاحبش میاره و معمولا احترام خیلی بالایی برای صاحبش قائل هستش. قدرت یادگیری بالایی داره و کلا سگ آرومیه و معمولا هم سعی در سرگرم کردن صاحبش داره. برای همینه که توی سیرک هم ازش استفاده میشه. خیلی مهربونه ولی با غریبه ها به راحتی جوش نمیخوره. توی صدر لیست سگ‌های باهوش دوبرکالی یا سگ گله اسکاتلندی وجود داره که باهوش ترین سگ موجود توی جهانی، از نظر هوش بهترینه و نظیر نداره. پر انرژی و به انسان ها بسیار وابسته است. یادگیری خیلی سریع و راحتی داره و خیلی راحت میتونی هر چیزی بخوای بهش یاد بدی. همینطور عاشق تحرک. پس اگر یکی از این سگا دارید حتما باید باهاش بدوین، بازی کنید، بیرون ببرینش و خیلی حواستون بهش باشه. اینی که الان درباره‌اش میخوام بگم، این جمله یه چیزی بود که خیلی برای خودم باحال بود. نوشته بود که از جایی که بچه‌ها باشه خوشش نمیاد، به خاطر اینکه نمیتونه مثل گله گاو و گوسفند اونها رو تحت کنترل خودش در بیاره. یعنی به اون حدی از هوش رسیده که دلش میخواد همه چیز در کنترل خودش باشه، دقیقاً مثل ما انسان‌ها. و چون که نمیتونه بچه‌ها رو همونطور مثل گاو و گوسفند کنترل بکنه، مثل گله گاو و گوسفند، برای همین خیلی خوب با محیط‌هایی که بچه‌ها توش هستن، بچه‌ها کوچیک بازی میکنن، خیلی خوب کنار نمیاد. این هم از برترین و باهوشترین نژاد سگ بین تمام سگ‌های دنیا و امیدوارم که اگه میخواین سگ بخرین همین رو بخرین، چون که فکر کنم از همشون باهوش‌تر باشه. البته خب خیلی جسته و زور و نمیدونم این چیزا براشون مهمه. به هر حال دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودید. اگه با این ویدیو حال کردی که حتما لایکش کن. اگه هم با من و چنلم حال کردی که سابسکرایب رو بزن و جنگوله نوتیفیکیشن روی آل قرار بده. همینطور یه کامنت که بذاری که سابسکرایب نپرم، دمت خیلی گرمه. چاکر شما، تا ویدیو بعدی. فعلا.